به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و شیرین شروع میکنیم. بازی درونی تنیس، راهنمایی کلاسیک برای جنبه ذهنی بهترین عملکرد. نویسنده تیموتی گالوی هستش و مترجم خانم نیلوفر دهقانی. انتشارات میلکان در سال 1401 این کتاب رو نشر داده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. تقدیم به پدر و مادرم که مرا با بازی آشنا کردند و تقدیم به مهاراجی که برنده شدن را برایم معنا کرد. پیت کارول، سرمربی فوتبال، تروجان‌های UFC. مسابقه قهرمانی ملی سال 2005 برای تروجان‌های دانشگاه کالیفرنیای جنوبی مرحله مهمی محسوب می‌شد. ما طی سالهایی که به این رقابت کلاسیک منتهی شد با چالش‌های متعدد و متفاوتی مواجه شده بودیم. UFC قدرتمندترین تیم و اوکلاهوما در رتبه دوم در جام فدکس اورنج در مقابل تعداد بی‌سابقه و رکوردشکن تماشاچیان تلویزیون ملی مسابقه دادند و این مسابقه عنوان بازی قرن را گرفت. برای بازیکنان، مربیان و هوادارانی که مهمترین مرحله مسابقه فوتبال در ورزش‌های دانشکده‌ای را جشن گرفتند، عجب شب مهمی بود. این مسابقه رویارویی تعدادی از بزرگترین ورزشکاران دانشجوی کشور را به نمایش می‌گذاشت. در حالی که مسابقه و زمین با ورزشکاران تروفرز و بازی بیادماندنیشان توجه زیادی را جلب می‌کرد. مبارزه بسیار حساس‌تری در ذهن همان بازیکنان روی می‌داد و جنبه‌های روانی این اجرای جسمانی برای نتیجه نهایی اهمیت فراوانی داشت. تیم گالوی این عوامل روانی تاثیرگذار را بازی درونی نامیده است. این ورزشکاران در حالی که برای نمایش اوج عملکردشان آماده می‌شوند، باید با ذهنشان هم به نحوی موفقیت‌آمیز کنار بیایند. مربیان و ورزشکاران در تمام سطوح با این جنبه ذهنی مرتبط با عملکرد مواجه می‌شوند. آنها باید ذهنشان را از تمام سردرگمی‌ها پاک کنند و توانایی آزادانه بازی کردن را به دست بیاورند. سالها پیش که دانشجوی فوق لیسانس بودم و با بازی درونی تنیس آشنا شدم، به مزایای آشکار آموزه‌های گالوی در باب عملکرد در ورزش‌های انفرادی پی بردم. همچنین با مزایای عملکرد با ذهنی آرام آشنایی بیشتری یافتم. شروع کردم به استحکام دادن به اصول اعتماد و تمرکز، ویژگی‌هایی که می‌توانست به نفع تیم‌ها هم باشد. بازی درونی ذاتاً با همه جنبه‌های برنامه‌مان مرتبط است. داشتن اعتماد به نفس لازم برای عملکرد در سطح قهرمانی طی دوره‌های زمانی طولانی فقط از طریق تکرار و در زمین تمرین توسعه می‌یابد. تمرین اصولی بازیکن‌هایمان را قادر می‌سازد که به مربی و نیز به خودشان اطمینان کنند. همچنین به آنان اعتمادی می‌دهد که بتوانند فارغ از شرایط و محیط اطراف تمرکز کنند. این اصول در بنیان برنامه‌مان نهفته است. خواه در حال آماده شدن برای دست و پنجه نرم کردن درون گروهی باشیم، خواه برای مسابقه قهرمانی ملی. زمانی که اصول بازی درونی را درک کنید، قادر خواهید بود به ذهنتان آرامش ببخشید، درست تمرکز کنید و حقیقتاً به بازی بپردازید.
اما نوشته‌ایم از کلایمن هستش که مربی ورزش و زندگی هستش. من پیش از دیدار با تیم گالوی به او و تعلیمات بازی درونی تنیس ایمان داشتم. این اعتماد سال 1974 شروع شد. وقتی این کتاب را خواندم، همین که حالا در دستان شماست. او تایید می کند مسیری که در آن هستم درست است و می توانم پیشتر هم بروم و می روم. یادآوری می کند که موضوع تنیس نیست. موضوع برد و باخت نیست. اگر برای تجربه کردن اینجاییم، پس آزادیم. البته من هنوز برد را بیشتر از باخت دوست دارم. او بعد از 30 سال هنوز نشانم می‌دهد که چگونه ایمان داشته باشم و مرا به مقام مربی بازی درونی ارتقا داده است. تیم کارش را زندگی می‌کند و همچنان که در مقام استاد و الگو به آموختن ادامه می‌دهد، از من خواسته است همراهش باشم و با او همکاری کنم. مخصوصاً به این دلیل سپاسگزارش هستم. او منشأ علاقه‌مندی بی قید و شرط است. یک روز بیش از همیشه یه جا می گفت آخرین روز از اولین کارگاه آموزشی برای مربیان تنیس بود. با اینکه چند ماه پیش در باشگاه تنیس دستیارش بودم، طی هفته کارگاه اولین کلاس خصوصیم را با تیم برگزار کردم. 30 نفر در حال تماشا بودند. او پیشنهاد داد از قدرتم بهره بگیرم. با مهربانی از من خواست قدرتت رو نشون بده، تعیین کننده ضربه خودت باش. حسی در خودم یافتم که می توانست دید دست یافتنی و تازه‌ای در ضرباتم ایجاد کند. تعلیمات و بازی کردنم فوراً بعد تازه‌ای گرفتن، اما نه فقط از سر قدرت. می توانست هر چیزی باشد که تصور می کردم. من نویسنده و خالق هدف بعدی زندگیم شدم. جمعه 10 دسامبر 1976 حدود ساعت 2:30 بعد از ظهر تیم گالوی زندگیم را تغییر داد. زمانی که با حسی درونی گفت زاک یا زک برو خونه، برو و درس بده، بعداً برای کارگاه بعدی بیا. با توان و پشتگرمی تازه‌ای که یافته بودم جواب دادم امکان نداره. سپس با شم قوی‌تری گفتم من اینجام، کمک میکنم، همکاری میکنم و یاد میگیرم. تیم لبخند زد. ماندم، اما به راستی چه چیزی باعث شد بمانم؟ حس میکنم در زمین بودن، یاد دادن و یاد گرفتن همراه تیم جادوست. دیدگاه متفکر، ساده و انگیزشی او الهام بخش بهترین های من در مقام مربی، بازیکن و انسان است. آن لحظه سرنوشت ساز را که در آن قدرتی تازه به دست آوردم به یاد دارم. به تیم و هوش درونیش اعتماد کردم و اعتمادم هنوز ادامه دارد. هنوز هم در لس آنجلس هستم، کار می کنم و روش بازی درونی را در دوره ها بسط می دهم. آموزش های گروهی و خصوصی در زمین تنیس و گلف و سالن های موسیقی و بیلیارد. تقریبا هر روز کماکان بیرون و درون زمین همراه تیم یاد می گیرم و رشد می کنم و تمرین می کنم و بازی های درونی و بیرونی من را ابراز می کنیم. همه بازی ها 2 بخش دارند: بازی بیرونی و بازی درونی. بازی بیرونی در برابر حریفی بیرونی برای غلبه بر موانع بیرونی و دستیابی به اهداف بیرونی انجام می‌پذیرد. تسلط یافتن به این بازی‌ها موضوع بسیاری از کتاب‌هایی است که تعلیماتی را در مورد چگونگی حرکت دادن راکت، چوگان یا چوب، چگونگی قرار دادن دست‌ها، پاها و بالاتنه برای دستیابی به بهترین نتایج ارائه می‌دهند. البته بیشتر ما این آموزش‌ها یادمان است، اما به دلایلی به کارشان نمی‌بریم. فرض این کتاب بر این است که بدون توجه کردن به مهارت‌های بازی درونی که نسبتاً از آن غفلت شده است، در هیچ بازی تسلط و رضایت خاطر
نمیتواند به دست بیاید. این چالشی است که در ذهن بازیکن رخ می‌دهد و در مقابل موانعی چون از بین رفتن تمرکز، اضطراب، نداشتن اعتماد به نفس و سرزنش خود به وجود می‌آید. خلاصه اینکه برای چیره شدن به عادتهای ذهنی به کار می رود که مانع عملکردی عالی می شوند. اغلب متعجب می شویم که چرا یک روز اینقدر خوب بازی می کنیم و روز دیگر بازی ضعیفی به نمایش می گذاریم. یا چرا طی رقابت دچار ترس و اضطراب می شویم. یا ضربات راحت را خراب می کنیم. یا چرا اینقدر زمان میبرد تا دست از عادتی ناپسند بکشیم و عادت جدیدی یاد بگیریم. چیره شدن در بازی درونی ممکن است به نشانه‌های پیروزی هیچ نیفزاید، اما پاداش‌های ارزشمندی را به ارمغان می‌آورد که ماندگارترند و به موفقیت شخص هم در زمین بازی و هم خارج از آن کمک می‌کنند. بازیکن بازی درونی به مرحله‌ای می‌رسد که هنر تمرکز آسوده را بیش از هر مهارت دیگری ارج می‌دهد. پایه واقعی اعتماد به نفس را کشف می‌کند و یاد می‌گیرد که راز برنده شدن در هر مسابقه‌ای سخت‌کوشی نیست. هدف این بازیکن نوعی اجرای فی‌البداهه است که فقط زمانی اتفاق می‌افتد که ذهنش آرام و هماهنگ با جسمش باشد و مکرراً به روش‌های حیرت‌آوری برای تسلط بر محدودیت‌های خود به آن دست می‌یابد. به علاوه، موقعی که بازیکن بازی درونی بر نگرانی‌های رایج در مسابقه غلبه می‌کند، اراده برنده شدن چنان به او روی می‌آورد که تمام انرژی‌اش را آزاد می‌کند و هرگز با باخت دلسرد نمی‌شود. برای یاد گرفتن و انجام دادن تقریباً همه امور فرایندی بسیار طبیعی‌تر و مؤثرتر از آنچه بیشتر ما تشخیص می‌دهیم وجود دارد. این فرایند شبیه همان فرایندی است که همه ما در یادگیری راه رفتن و صحبت کردن به کار می‌بردیم، اما خیلی زود آن را فراموش کردیم. فرایندی است که توانایی‌های درونی ذهن و نیمکره راست و چپ مغز را به کار می‌گیرد و لازم نیست آموخته شود. از پیش آن را بلدیم. تنها لازم است عادت‌هایی را که در آن اختلال ایجاد می‌کنند ترک کنیم و اجازه دهیم خودش اتفاق بیفتد. کشف و بررسی توانایی‌های بالقوه جسم بشر بررسی بازی درونی محسوب می‌شود. در این کتاب این کار از طریق ورزش تنیس صورت می‌گیرد. فصل اول، ژرف‌نگری درباره وجه روانی تنیس. مشکلاتی که بیشتر بازیکنان تنیس را سردرگم می‌کنند آنهایی نیستند که با نحوه حرکت دادن راکت ارتباط دارند. کتاب‌ها و افراد حرفه‌ای این اطلاعات را به وفور در اختیار قرار می‌دهند. بیشتر بازیکن‌ها درباره محدودیت‌های جسمانیشان هم شکایت چندانی ندارند. معمول‌ترین گلایه‌ای که ورزشکاران در طول دوران داشتن این است: موضوع این نیست که نمیدونم چی کار کنم. موضوع اینه که کاری رو که بلدم انجام نمیدم. گلایه‌های رایج دیگری که دائما نظر استادان تنیس را جلب می‌کند: من توی تمرین بهتر بازی می‌کنم تا توی مسابقه. توی فورهندم دقیقاً می‌دونم چه اشتباهی می‌کنم. انگار نمی‌تونم ترک عادت کنم. وقتی که دارم سخت تلاش می‌کنم ضربه رو اونطوری بزنم که توی کتاب نوشته، هر دفعه ضربه رو اشتباه می‌زنم. موقعی که روی کاری که باید انجام بدم تمرکز می‌کنم، کارهای دیگر رو فراموش می‌کنم. هر دفعه که به مچ پوینت نزدیک میشم اینقدر دست پاچه میشم که تمرکزم رو از دست میدم. من بدترین دشمن خودمم. معمولا خودم را شکست میدم. بیشتر بازیکن‌های هر ورزشی مکرراً با این مشکلات یا مسائلی از این دست مواجه میشوند، اما به دست آوردن بینش عملی که چگونه با آنها کنار بیایند
خیلی راحت نیست. بازیکن غالباً با نصایحی تکراری از این قبیل مواجه می شود. خب تنیس یه بازی روحیه و تو باید نگرش‌های ذهنی مناسب رو در خودت پرورش بدی. یا باید اعتماد به نفس داشته باشی و اراده کنی که برنده بشی وگرنه همیشه بازنده خواهی بود. اما آدم چطور میتواند اعتماد به نفس داشته باشد یا نگرش‌های ذهنی مناسب را در خود پرورش دهد؟ این پرسش‌ها معمولاً بدون پاسخ میمانند. از این رو به نظر میرسد که جا دارد در خصوص بهبود فرایندهای روانی توضیح داده شود. فرایندهای روانی که اطلاعات تکنیکی مربوط به نحوه ضربه زدن را به عملی کارآمد ارتقا می‌دهند. چگونگی توسعه مهارت‌های درونی که بدون آنها داشتن عملکردی عالی ناممکن به نظر می‌رسد، موضوع بازی درونی تنیس است. کلاس معمولی تنیس. مجسم کنید در ذهن شاگردی علاقه‌مند که نزد یک مربی تازه‌کار و به همان اندازه مشتاق آموزش می‌بیند چه می‌گذرد؟ فرض کنید آن شاگرد تاجر میان سالی باشد که عزم کرده است پله‌های ترقی را در باشگاه بپیماید. استاد با سبد بزرگی پر از توپ کنار تور ایستاده و کمی تردید دارد که شاگردش او را شایسته مبلغ شهریه بداند و هر ضربه را با دقت ارزیابی می‌کند. آقای ویل، خوبه، ولی بعد از ضربه راکت رو کمی میچرخونی. حالا وقتی به طرف توپ میری وزنت رو بنداز روی پای جلوت. راکتت رو یه ذره دیر به عقب برمیگردونی. توی اون ضربه آخر تاب راکت به سمت عقب باید یه ذره پایین تر باشه. همینه، بهتر شد. چندی نمیگذرد که ذهن آقای ویل با 6 فکر که باید چه کار کند و 16 فکر که نباید چه کار کند به هم می‌ریزد. پیشرفت تردیدآمیز و پیچیده به نظر می‌آید، اما هم او و هم استاد از تجزیه و تحلیل دقیق هر ضربه راضی‌اند و شهریه در برابر دریافت توصیه همه اینها را تمرین کن نهایتاً شاهد پیشرفت چشمگیری خواهی بود با رضایت پرداخت می شود. اعتراف می کنم من هم وقتی تازه مربی شده بودم اعتقاد داشتم باید مطالب زیادی را آموزش بدهم، اما یک روز که حس و حال آرامی داشتم کمتر حرف زدم و بیشتر توجه کردم. در کمال تعجب خطاهایی که می دیدم اما چیزی نمی گفتم خود به خود تصحیح می شدند بدون اینکه شاگرد از آنها خبر داشته باشد. تغییرات چگونه رخ می دادند؟ با وجودی که به نظرم جالب می آمد پذیرشش برای ضمیر خودآگاه هم سخت بود. دقیقاً نمی دانست اعتبار پیشرفتی را که داشت حاصل می شد چگونه به دست می آورد. حتی ضربه بزرگتر وقتی بود که فهمیدم گویی دستورالعمل‌های شفاهی من گاهی احتمال رخ دادن اصلاح مورد نیاز را کاهش می دهند. همه مدرس‌های حرفه‌ای می‌دانند از چه صحبت می‌کنند. آنها همگی شاگردانی شبیه یکی از شاگردان من به اسم دروتی دارند. به دروتی دستورالعمل آرام و ملایمی می‌دادم. مثل چطور سعی کنی چرخش بعد از ضربه رو از کمر تا سطح شونت بالا ببری؟ چرخش توپ رو توی زمین نگه می‌داره. دروتی با جدیت سعی می‌کرد از دستورهایم پیروی کند. عضلات اطراف دهانش منقبض می‌شد. ابروهایش را مصمم در هم می‌کشید. عضلات ساعدش سفت می‌شد و همینها حرکت روان را ناممکن می‌کرد و حرکت پس از ضربه فقط چند سانتیمتر بالاتر می‌رفت. در این نقطه از زمان جواب همیشگی استاد صبور این است: بهتر شد. دروتی، ولی شل کن. اینقدر سخت سعی نکن. این توصیه تا وقتی که عملی شود خوب است، اما دروتی در حالی که سخت تلاش می کند به توپ درست ضربه بزند نمیداند چطور همزمان خودش را شل کند. چرا دروتی، شما یا من زمانی که قصد داریم کاری را انجام دهیم که از نظر جسمی کار سختی نیست طوری ناخوشایند بدنمان را سفت می کنیم؟
بین زمانی که به مغز دستور می دهیم و ضربه کامل می شود، در سر آدم چه اتفاقی می افتد؟ اولین سوسوی پاسخ به این سوال کلیدی بعد از کلاسم با دروتی در لحظه بینشی بی‌نظیر به سراغم آمد. توی سرش هر چی میگذره فقط نابسامانیه. دروتی اینقدر سعی میکنه اونطوری که بهش گفتم راکت رو تاب بده که نمیتونه روی توپ تمرکز کنه. همان موقع و همانجا به خودم قول دادم تعداد دستورهای کلامیم را کاهش دهم. آن روز کلاس بعدیم با شخصی مبتدی به نام پل بود که هرگز راکت دست نگرفته بود. تصمیم گرفتم حتی الامکان با حداقل دستورالعمل‌ها بازی را یادش دهم. سعی کردم ذهنش را آزاد نگه دارم تا ببینم آیا تفاوتی ایجاد می شود. این بود که به پل گفتم دارم روش جدیدی را امتحان می کنم. می خواستم توضیحات معمولم در مورد نحوه گرفتن راکت، ضربه و حرکات پا برای فورهند ساده را برای بازیکنان نوآموز کنار بگذارم. در عوض خودم 10 فورهند زدم و از او خواستم به دقت تماشا کند و به این فکر نکند که چه کار می کنم. اما تلاش کند تصویری بصری از فورهند به دست بیاورد. قرار بود تصویر را چند مرتبه در ذهنش تکرار کند و سپس اجازه دهد بدنش آن حرکات را تقلید کند. بعد از آنکه 10 فورهند را روانه کردم، پل مجسم کرد همان کار را انجام می دهد. پس از آن وقتی راکت را توی دستش گذاشتم که درست بگیرد گفت متوجه شدم. اولین کاری که کردی این بود که پاهات رو حرکت میدادی. با قرولند مبهمی پاسخ دادم و از او خواستم که بگذارد بدنش تا آنجا که میتواند خوب از فورهند پیروی کند. توپ را انداخت. بک سوپینگ خوبی انجام داد. همتراز با راکت به جلو چرخید و حرکت را منعطف و طبیعی در ارتفاع شانه به پایان رساند. برای اولین دفعهش عالی بود، اما صبر کن. پاهایش از وضعیت خوب آماده که پیش از عقب آوردن راکت به خود گرفته بود 1 سانتیمتر هم حرکت نکرده بودند. به زمین میخکوب شده بودند. به پاهایش اشاره کردم و پل گفت اوه آره فراموششون کردم. عاملی از ضربه که سعی کرده بود آن را به یاد بسپارد همان کاری بود که انجامش نداد. بقیه موارد را بدون گفتن کلمه یا دستورالعملی یاد گرفته و انجام داده بود. کم کم داشتم نکته ای را که همه استادان و شاگردان خوب تنیس باید بدانند یاد می گرفتم. تصویر بهتر از کلام است. نشان دادن بهتر از گفتن. دستورالعمل زیادی بدتر از راهنمایی نکردن و اینکه تلاش کردن اغلب نتایج منفی به بار می آورد. سوالی ذهنم را مشغول کرد. تلاش کردن چه ایرادی دارد؟ زیادی سعی کردن یعنی چه؟ ناخودآگاه بازی کردن. درباره ذهن فردی تأمل کنید که دیگران میگویند موفقیت آمیز یا با تمرکز کامل بازی می کند. آیا در مورد اینکه هر ضربه را چگونه بزند فکر می کند؟ اصلا فکر می کند؟ به عباراتی که عموماً برای توصیف کردن بازیکنی به کار می رود که در بهترین حالتش است توجه کنید. هوش از سرش پریده. بدون فکر بازی می کنه. ناخودآگاهه. نمیدونه چی کار می کنه. عامل مشترک در هر یک از این توصیفات این است که بخشی از ذهن آنچنان فعال نیست. ورزشکاران بیشتر رشته‌ها عبارات مشابهی به کار میبرند و بهترین این ورزشکاران میدانند که اوج اجرایشان هرگز موقعی نمود پیدا نمی کند که درباره آن فکر می کنند. واضح است که بازی ناخودآگاه به معنی بازی کردن بدون هوشیاری نیست. این کار کاملا مشکل است. در حقیقت کسی که بی فکر بازی می کند بیشتر حواسش به توپ، زمین و در صورت لزوم به حریفش است. آن آگاهی را ندارد که دستورالعمل‌های فراوانی به خودش بدهد. فکر کند که به چه صورت به توپ ضربه بزند. اشتباه‌های گذشته را چطور اصلاح کند یا کاری را که همین الان انجام داد چگونه تکرار کند.
او هوشیار است اما فکر نمی کند. زیادی تلاش نمی کند. بازیکن در این حالت می داند که می خواهد توپ را به کجا بفرستد. اما لازم نیست سخت تلاش کند که آن را به آنجا که قصد دارد بفرستد. به نظر می آید که کار خود به خود اتفاق می افتد و اغلب هم با دقتی بیش از آنچه امید داشت. به نظر می آید بازیکن در حرکاتی پی در پی که انرژی او را می طلبد غرق شده است. با این حال ثمرش قدرت و دقت بیشتر است. موفقیت پیاپی تا زمانی ادامه می یابد که بازیکن شروع کند به فکر کردن در مورد آن و بکوشد این موفقیت را حفظ کند. به مجرد اینکه سعی می کند کنترل بازی را به دست گیرد آن را از دست می دهد. اگر ناراحت نمی شوید کمی ترفند مخفیانه به کار ببرید. آزمایش این تئوری موضوع ساده است. دفعه بعد که طرف مقابلتان موفقیت پیاپی کسب کرد وقتی زمین را عوض می کنید از او فقط بپرسید میگم جورج چه کاری را متفاوت انجام میدی که امروز فورهندت اینقدر خوبه؟ اگر دم به تله بدهد که به احتمال 95% میدهد شروع می کند به فکر کردن درباره اینکه چطور میچرخد. به شما میگوید که چطور با توپ مقابلش برخورد می کند. مچ دستش را محکم نگه می دارد و حرکت برگشت را بهتر انجام می دهد. اینجاست که موفقیت پیاپیش قطعاً پایان می یابد. همین که سعی می کند آنچه را تازه در مورد خوب بازی کردنش برایتان گفته تکرار کند. زمانبندی و انعطافش را از دست می دهد. اما آیا آدم می تواند یاد بگیرد تعمداً ناخودآگاه بازی کند؟ چطور می توانی آگاهانه ناخودآگاه باشی؟ ظاهراً شبیه تناقض در کلمات است، اما این وضعیت دستیافتنی است. شاید روش بهتر برای توصیف کردن بازیکن ناخودآگاه این باشد که ذهنش آنقدر متوجه و به قدری متمرکز شده که آرام است. ذهن با کاری که بدن انجام می‌دهد هماهنگ می‌شود و اعمال ناخودآگاه و غیر ارادی بدون دخالت افکار انجام می‌شود. ذهن متمرکز برای اینکه فکر کند بدن چقدر خوب کار می‌کند فضایی ندارد. چه برسد به اینکه بخواهد درباره چگونگی انجام دادن فعالیت فکر کند. زمانی که بازیکن در این وضعیت است، مداخله‌ای در بروز کامل تواناییش در اجرا، یاد گرفتن و لذت بردن صورت نمی‌گیرد. هدف بازی درونی توانایی دستیابی به این حالت است. رشد مهارت‌های درونی ضرورت دارد، اما ذکر این نکته جالب است که هنگام آموختن تنیس اگر یاد بگیری که چگونه توجهت را متمرکز کنی و چطور به خودت اعتماد کنی، کار بسیار ارزشمندتری را یاد گرفته ای تا اینکه چطور یک بک‌هند قدرتمندی بزنی. بک‌هند فقط میتواند برای امتیاز گرفتن در زمین تنیس به کار برود، اما در هر کاری که قصد داری انجامش بدهی مهارت تسلط یافتن بر هنر تمرکز راحت داشتن ارزش بسزایی دارد. فصل دوم، کشف دو خویشتن. پیشرفت غیرمنتظره و اصلی تلاشم برای درک کردن هنر تمرکز آسوده زمانی حاصل شد که هنگام تدریس مجدداً متوجه چیزی شدم که مقابل چشمانم رخ میداد. ببینید بازیکن‌ها در زمین چطور با خودشان حرف میزنند. زود باش تام، با توپ مقابل روبرو شو. ما علاقه‌مندیم بدانیم در ذهن بازیکن چه می‌گذرد، چه کسی به چه کسی چه می‌گوید. بیشتر بازیکنان تمام مدت در زمین با خودشان حرف می‌زنند. به طرف توپ خیز بردار، توپ رو طرف بک‌هند حریف نگه دار، چشمت به توپ باشه، زانوهات رو خم کن. دستورها تمام شدنی نیستند. برای بعضی‌ها مثل این است که نوار ضبط شده آخرین کلاس را میشنوند که در سرشان پخش میشود. سپس بعد از زدن ضربه فکر دیگری از ذهن میگذرد و ممکن است به این صورت بیان شود: ای گاو دست و پا شلفتی، مادر بزرگت بهتر میتونست بازی کنه. روزی سوال مهمی از خودم پرسیدم: کی با کی حرف میزد؟
چه کسی سرزنش میکرد و چه کسی سرزنش میشنید؟ اغلب افراد میگویند با خودم حرف میزنم. اما این من کیست و خودم چه کسی است؟ معلوم است که من و خودم دو ماهیت مجزا هستند وگرنه مکالمه ای صورت نمی گرفت. به همین علت می توان گفت که درون هر بازیکنی دو خویشتن وجود دارد. یکی من که ظاهراً دستورالعمل را می دهد و دیگری خودم که حرکت را انجام می دهد. پس از آن من برمیگردد و حرکت را ارزیابی می کند. برای روشن شدن موضوع بیایید گوینده را خویشتن یک و کننده را خویشتن دو بنامیم. حالا برای اولین فرض اصلی بازی درونی آماده ایم. درون هر بازیکن نوع رابطه ای که بین خویشتن یک و خویشتن دو وجود دارد عامل اولیه تعیین کننده است که میتواند دانش فرد را از تکنیک به اقدامی مؤثر ارتقا دهد. به عبارت دیگر راز تنیس بهتر یا هر چیز دیگری در بهبود ارتباط بین گوینده خودآگاه خویشتن یک و توانایی‌های طبیعی خویشتن دو است. ارتباط معمولی بین خویشتن یک و خویشتن دو. مجسم کنید خویشتن یک گوینده و خویشتن دو کننده به جای اینکه بخش‌هایی از یک نفر باشند دو فرد مجزا هستند. بعد از آنکه شاهد گفتگوی زیر بین آنها بودید رابطه آنها را چگونه ترسیم می‌کنید؟ بازیکن در زمین می‌کوشد ضربات را بهتر کند. دستور می‌دهد خب لعنتی دست مزخرفت را صفر بگیر. سپس توپ‌ها یکی بعد از دیگری از بالای تور می‌آیند. خویشتن یک به خویشتن دو یادآوری می‌کند. صفر بگیرش، صفر بگیرش، صفر بگیرش. ملال‌آور است. فکرش را بکنید خویشتن دو چه حسی باید داشته باشد؟ مثل این به نظر می‌رسد که خویشتن یک فکر می‌کند خویشتن دو خوب نمی‌شنود. یا حافظه‌اش کوتاه مدت است یا نادان است. البته در حقیقت خویشتن دو که شامل ذهن ناخودآگاه و سیستم عصبی است همه چیز را می‌شنود. هرگز چیزی را فراموش نمی‌کند و اصلاً هم نادان نیست. پس از آنکه یک بار ضربه را محکم زد برای همیشه می‌داند که برای دوباره ضربه زدن کدام عضله را باید منقبض کند. طبیعتش این است. و در حین خود ضربه چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر با دقت به چهره بازیکن نگاه کنید می‌بینید که عضلات گونه‌هایش منقبض و لب‌هایش از تقلا و تمرکز جمع می‌شود. اما برای ضربه بک‌هند نیازی به انقباض عضلات صورت نیست. کمکی هم به تمرکز کردن نمی‌کند. این تقلا را چه کسی آغاز می‌کند؟ معلوم است خویشتن یک. اما چرا؟ قرار است او گوینده باشد نه کننده. اما به نظر می‌رسد واقعا اعتماد ندارد که خویشتن دو کار را انجام دهد وگرنه مجبور نمی‌شد همه کارها را خودش به انجام برساند. مشکل عمده این است خویشتن یک به خویشتن دو اعتماد ندارد. علی‌رغم اینکه خویشتن دو تجسم تمام توانایی‌هایی که تا آن لحظه پرورش داده ای و در کنترل سیستم عضلانی نیز چالاک‌تر از خویشتن یک است. برگردیم سراغ بازیکنانمان. ماهیچه‌هایش از تقلای بسیار منقبض شده. ضربه به توپ حاصل می‌شود. تکان ناگهانی کوچکی در مچ دست پدید می‌آید و بعد توپ با حصار پشتی برخورد می‌کند. خویشتن یک گلایه می‌کند. ای حیف نون. هیچ وقت یاد نمی‌گیری یک بک‌هند بزنی. خویشتن یک با فکر و تلاش فراوان در بدن تنش و نابرابری عضلانی ایجاد کرده است. او مقصر است اما تقصیر را گردن خویشتن دو می‌اندازد و بعد با نکوهش کردن بیشتر آن به اعتماد خودش به خویشتن دو آسیب می‌رساند. در نتیجه ضربه بدتر می‌شود و ناامیدی شکل می‌گیرد. خب فکر می‌کنم که دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. اگر از این کتاب خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وقت بعدی خدا نگهدارتون.